تو این ویدیو هر کسی که دیرتر آب بخوره برنده $300 میشه. تنها آب نخوردن مهم نیست، ما براتون چالشه. چالش اولا اینه که باید هر نفر 3 نفر هستن، هر نفر یه قاشق از این سس تنده هر بخوره. نفر همین بعد نه هست پول اون هست دست به فلان. اولی میخوام با تو شروع کنم. آماده ای؟ آجی اینا به جون مادر. بس اول میخوام از آرمان برم. آماده ای؟ یه جلو میخوام ریاکشنش رو بعد بگیرم. آماده ای؟ 1 2 3 برو. الان تند بود یا تند نبود؟ میخوای سسه براتون قرقره کنم؟ جون من قرقره کن. چند میدی؟ $50 میذار. اگر برنده شدی، تو برنده شدی، من $50 بهت میدم. اضافه؟ آره. قبوله قبوله؟ قبوله. بیا. آقا ما نمیتونیم، ما همون 300 اونو میگیریم میکشیم عقب. وایس. یا به این هستن شربت اسلامی خوره. همین دهنت سریز. 1 2 قرقره. بدش قرقره. یه قاشق دیگه برید. جون من تون نیست. برید. نه بابا تون کجا بود؟ نه مزه شیرین ملس قرقره نمیکنم. اگر نه آقا اینو قرقره کن جدا از جایزه. چیزی بگم جدا از جایزش $50 همینجوری. آقا قبول. آقا مثلا نمیشه به اون آب بدی مثلا آب که مال اونه. نه نمیخوام. نه میخورمش. نوبتی هم باشه نوبت آقا بردی است. من با این جون من بابا ایلا آقا بردی فقط جای کمر شکن. وای اینم بر اینو قرقره کن باشه. اینو قرقره کن جون من بردی شب چونت پارم. آقا جون من برو دیگه. وای آجی چشماشو نگاه کن. بردی قرقره شده. خب اینو بخور دیگه. غیر دیگه نمیخورم. خب بیا اینو میدم وارما. قرقره جون من قرقره رو برو. نه چرت صدا میاد. قشنگ. ایوه. خب تاب میخوای؟ نمیخوای؟ تاب میخوای؟ آب چیه؟ آب نمیدونی. نه بردیا حالت خوبه؟ من با کل تندی باید بیرون داشت کله مال این تون. حرفا نیست. خب دیگه جلو ساق طلایی کم میاری. جلو ساق طلایی دیگه. چند تا با ساق طلایی بخوری؟ با این میخورد. هر نفر باید 3 تا دونه از اینا بخوره. حاجی یه بار با مهدی تو کیش سر کلکل بیسکویت ساق طلایی. توی 1 دقیقه باید 3 تا ساق طلایی بخوره. اگر بخوره 1 میلیون برنده میشه. من زیر 1 دقیقه میخورم. نمیتونی. میتونی؟ شاید. تایم بگی گوشی تو بیا. شاید. زرزر کن. واقعا امتحانش میارزه. تو بخور اونو شروع کن به خوردن. تو بخورشون. نه حالا چیز اون 1 نه دقیقه واقعا نمیشه. اون 1 دقیقه رو بیخیال. اون 1 دقیقه رو بیخیال. الان کلا میخوام فقط تشنتون بده. دارم اینا رو بده. میگم. مال ستای ما هم بده. خب وایس میخوام برای تو تایم بگیرم. نه آقا چیکار تایم نداری؟ میخوام بگیرم. قرقره نگفتی. قرقره که آرمین تو یه بلوز کله خوبه؟ رفت اونو. این که یک کله رفته کم چونش بارا نگیزه. باش اینا رو پس بدی میدونستی؟ بابا پس بدی. اگر زیر 1 دقیقه خوردی خب 1 تومن بهت. 1 دقیقه قبوله. نکنم. قبول. تموم. خب آماده ای؟ آره. 3 2 1 که گفتن. 3 2 1 برو. برو. تازه شده 10 ثانیه. تازه 10 واقعا نمیگم. نمیتونی. تو خوردیش من 10 تومن بهت میدم. قربونت برم. یه $100 میذارم رو دلار. نمیتونی؟ خب پس همون همینجوری بزن. آقا 24 ثانیه شده من. دهن پودر میشه کل آب دهن رو میگیره. دقیقاً واقعا نمیشه. دقیقاً همین. اله الان تموم شد؟ یکی دیگه داری؟ تو چند تا؟ یه دونه تا تمومی؟ خب تو آب میخوای؟ نمیخوای. آب میخوای؟ نمیخوای. بریم سراغ آیتم بعدی. گفتی چی؟ بریم برای اسهال بعدی. آیتم بعدی که میخوایم بخوریم موزه که خودم میخوام باهاشون سهیم بشه. چی بود این چی؟ الو من زنیم کسی. الان من کیشم. کجایی تو؟ الان یعنی من و تو داریم با هم. تلفن تو رو باز. الان من و تو داریم با هم. الو کجایی؟ جان من گدیرم بارگیا. پارکی کجاست؟ پارک نه منم. حاولش گیتیم. گدیم. گد. موزیم گیتیم. آقا بفرمون. اوه یا امام حسین. آقا علی بفرمون موز. چطوری؟ چکریم. معجون نانوای امین فروش.
برای گواهی اظهار هر کسی که آخرین نفر آب بخوره برنده $300 میشه. خب حالا من تو رو گذاشته بودم تو رو گذاشته بودم برای آیتم آخر، یعنی همه من چیکار کنم؟ تو هیچی، تو نمیخواست از اونها بخوری، تو باید چون اینا رو پاره کنی، چون این ستا رو باید پاره کنی. حالا صبر کن من اینا رو بهشون بدم، اگر حالا مابینش کسی آب خورد که خورد، چون اون بازنده است. اگرم نخوردن میرسه به تو که تو باید چونشون رو پاره کنی. تمومی؟ نه آخر تمومی؟ آب نمیخوای؟ آب نمیخوای؟ بریم سراغ آیتم بعدی. آیتم بعدی خرمالوه. هر کدومتون بعدم ببین خرمالوها معمولی نیست، خرمالوها همه کاله. آب پریمشو گرفت. آب آره. یعنی همون سفترینا همون سفت که تو دهن یه جوری میشه. آفرین. چی میگم بهش؟ گس گس میکنه. مثل چای گس بریز. گس این برای تو. نکنه باخت دادی. سس تندی که خوردیه. باش قشنگ پوستشو قشنگ بخوری. اگه پوستش هم نمیخوری قشنگ من پوسته بمون. آره این قبوله. اینو بده. تو چیکار می‌کنی؟ اوکی. آب میخوای؟ آب نمنده. نه آب نیده دادا آب جان. نمنده. آقا ما داریم از لهجه ترک استفاده میکنیم، تو این نشو اگه چیزی بلد نیستیم کمون کاسریم شرمنده. علی میخوام چون اینا رو پاره کنم بعد پاره‌شون میکنم دمت گرم. این میکروفون اینجا می‌خواستم اینجوری بیارم تو دهن. اش نرمه مالت. ماشاءالله آقا آرمان فارسی از خطه مثل آب بریزن رو دستم. آب بریز رو دست قبول. داش آب دوربین داریم. بده بیرون نخور. آیتم خوراکی آخرین آیتمی که میخوام بهشون بدم اینه. میخوری تو؟ نمیخوری؟ ببین طرف مربی باشگاه خودش میگه من غلط بکنم بخورم. این نگاه کن دقیقاً 3 قسمته. خب قشنگ مثلا باید بشکنی مثل جناق مرغ چیه؟ جناق مرغ. آره بشکنی با هم تقسیم کن. چی؟ این وری بهتره. بده. زود باش پیاز مگه داری پوست؟ آره بابا سخته نباید همیشه. چیزش نکنی یا پوستشو بکنی. پوستش گوشتش نمیکنی. نه. خودت من دستم بو میده دیگه. خود این که مربیه تایید نمیکنه اینو خالی بخوره. حتما با معجون میخوره اینو. با تجویز نمیکنه برای معده. چیز بخور. حالا برو. با لیمو خورد. یعنی من داشتم آتیش میگرفتم شده بودم اجدا. ماشی واقعا. یه کله برو. آی چونگه. برو. صبر کن خیلی زیاده. این زیاده. من بگی دست. خودت. داداش بعد خودتون بخورین. شما 3 نفر باید. من میخوام بذار این اضافه. داداش اون 3 نفرتون باید بخورین. نه این اضافه. همه بازنده. این اضافه. این مال منه. آقا اونم باید خورده بشه. برو. آب میخوای؟ نه. آب میخوای؟ نه. این دهنتو سرویس. رفت تو گلوب. چه صدایی میده؟ اوکی؟ آب نمیخوای؟ نه. بخور اونو زود تموم. دستت بگیر. بکردی. تقسیم برسه. اون باید تقسیم بشه. من نمیخورم. سمیه هم اول رفتم بالا. اونو باید خورده بشه. دیگه خودت باید تقسیم کنی. نه نخورن منم نمیخورم. اون الان نگاه کن یه چیزی بگم. الان اگر اون تیکه رو نخورید 3 تاتون بازه. چشم عشق شوقه. ببینم. بذار تو دهنم. آجی خیلی بده. آب میخوای؟ خیلی بد ولی عالی. آب میخوای؟ انرژی زو نه. انرژی قاشت. خیلی بدتر سسوه. خیلی. آقا نمیخورم ها نگاه دارم میرسم. آب نمیخوای؟ نه. خب بریم سراغ آخرین آیتم که میاد روی علی ابراهیمی باید انجام بده. علی نگاه کن من باشگاه میرم ولی شاید آقا علی تمرینای خیلی منحصر به فرد و داشته باشه برای ما. داشت همینه دیگه. علی آقا رحم کن بهمون. بری هار. آقا گرم کنین زود. بریم. 1 بعدش چیکار کنم؟ ببین تو باید یه کاری کنی اینا تشنه بشن. یلا بذار بیت باکسشو بزن. بیا. برو داره اول ویدیو تایتل. ببین من یه کاری کنی اینا تشنه بشن. آره همین. حالا هر چالشی بود اون نمونه کاری میدونی بکن. آقا یه تمرین بهتون بدم بس.
فقط شنا نباشه. الان میگه خب بگو شنا. چیه؟ نه برپی چی هست؟ برپی زدیم تا حالا؟ نه خب نه دادم جان. Of course I am همه جاش امیر. اینجا خاکیه بچه‌ها. یه تمرین دیگه بهتون میگم. ولی سخت باشه. ببین یه جامپ میزنی روی استپ اول بلند میشی، دوباره جامپ میزنی بالا بلند میشی، همینایی میری. جامپ میزنی بالا، درسته؟ بعد همینم برمیگردی ببین پایین جفا 15 تکرار. بعد یه خورده خم میشی. ببین اینجوری نه، متوجه نشدی منظور آقا من. گوش کنین، با دقت گوش کن. باید کامل اسکات چی بشینی، یعنی این مدلی. بشینی. آره اوها. برو 15 تکرار. ماشاءالله ماشاءالله. برو داشت علی یه نفر از دور نگاه کن. بشین قشنگ به در نمیخوره. به درد نمیخوره، میگه به درد نمیخوره. این مدلی. بشین. آره او زانو. چند تا زدیم بریا؟ من 7 تا. چند تا؟ من 7 تا. من 8 تا. تو چند تا؟ تو چند تا؟ هم چیز اینا هم سر. چیز نمیدونه چند تا زده. 8 تا. منم 8 تا. 9 تا. رفت و برگشت یه دونه حساب میشه؟ 10 تا. رفت و برگشت یه دونه؟ چند تا بله. بریم؟ 15 تا. هر کی 15 تا باید بره. برو تموم نشده. اینو تموم کن سریع. میخوایم ده تا. تمرین بعد 12. هر کی آخر تموم کنه 2 تا اضافه باید بره. ای 15. ای وای میکروفون رو بزن. آقا این ویدیو لطف کنید حمایت یه ویدیو یه میکروفون بخرید. توی ویدیو خورونه میکروفون همینو دستو میذاری اینجا به این حالت بدنتو قرار میدی. زانوی پاتو میزنی به سمت آرنج. ببین دقت کن، زانوتو میزنی به سمت آرنج مخالفت. اینو سرعتی تکرار میکنی. ببین سرعت بده اینجوری. ببین آقا دهنت سریس. اینو میزنی دقت کن، گفتم بیا پایین میای رو این، اینو نگه میداری رو حالت شنا، خودتو نگه میداری. اینو میزنی دوباره گفتم میای پایین. اوکی؟ آماده؟ 3 2 شروع کن. بزن. نه این به در نمیخواد اونجور مثل درجاه. رو نوک پاهات بزن. اوکی. فکر کن تقه رو میخوای بزن. نمیشه. واقعا نمیشه. گفتم وایسا. یه تمرین بزن. من خودم یه مدت دارم جودو کار میکنم. آره مثلا من یه چیای اینجا داشت. نه نخوش خودتو لطفا. خب آقا آب نمیخواد هیچ کس؟ نه. آب؟ نه. آب؟ خب برو. بعد یه نفر آقا اینو ببره دیگه. من تا اون موقع دیگه باید یکی یا لفت بده یا میخوام برای آقا برات وبکم میخرم 300 تا بده من. بده لگنو مراقب باش لیز نخوری. برو 10 تا شنا. 1 2 3 4 5 6 برو 7 8 من نمیشه شنا پا 9 10. سعی تو کلاس همون که الان 3 بار انداخته بودم بیرون. هیچی نمیزن. برو دوباره اون کونه بر. پوزیشنای غیر معمولی میده به آدم. اصلا غیر قانونیه. تو مربی مردی نه با خواهرات. با خواهرات رفتی. آقا بردیا با واسه داره میره آب بخوره فکر کنم. آقا نفر اول که باخت بردیا بود. خب بخور. بخور. همه چیز پول. آب مایه حیات. نفر اول که باخت بردیا بود. برو. آقا میای رو حالت شنا، خود پاتو میندازی جلو، بلند میشی، یه پرش رو به جلو. پرشتو که رفتی میشینی مثل اونجا که بهت گفتم. دوباره میای حالت شنا، پرت میکنی جلو، اسکات. این مسیر رو میری تا آخر رو برمیگردی. اوکی؟ قدم یانده. برو. آقا کنار هم دیگه وایسین. یه لحظه کنار هم وایسین. من یه هدف خوب گفتم برای شکست آرمانه. من که میتونم بدوم. دو اول نرم میدویم علی، بعد تندش میکنیم. آقا همینی که علی گفت خوش میکنه. یعنی فقط گرم میکنه منو. خب برو اب نداره گرم میشه. علی داشتم مربی کلیسم، مربی دو که نیستم. خب بعد تو بود اونمون. آقا ما نسبت اون کلس اگه این شاگرد من بود یه چکی. برو جفتتون با هم برید.
برو. ماشاءالله آقا آرمان، ماشاءالله آقا امیر. اینجوری میکنی شنا میری بگو خب بعد اینجوری میکنی بگو خب بعد اینجوری اسپک میزنی جامپ رو به جلو قشنگ بپر. دو مثل متر قورباغه. یا علی یا علی سری اینجوری وایسادی میری که به در نمیخوره. بعد ببین نگاه کن من شکست نمیخورم ولی آبم نمیخورم برو تام برو. برو. آها. ماشاءالله ماشاءالله. آرام داری چیکار میکنی؟ دارم جامپ میزنم. چی میزنی درست؟ کف دست نگاه کن، کف کارگریه. از ماش- نگاه یعنی بیا اینجا کف دستتو نگاه کنه. کف دست کارگری. دست کارگری. این چیه؟ این گردن. این هیچ چین. طلاه چین. آقا از سر تا پایین تو برای ما بگو آره. پیرن تو چند دلار خریدی بیا بگو بگو. خیلی خیلی باشید. کامان دستتو نگه دار اینجا رو برو. زانو تو بزن به دست حالت درجا. سرعت ندی دست پایینه. دستو بیا بالا برس. ماشاءالله بلند 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 بلند. ماشاءالله. وای نست یه 10 ثانیه هم نشد. 90 میره در ثانیه بعد بیاره. اینو آقا آرمان میره شلوارشو در بیاره. آقا یه مسابقه 2 میذاریم هر کی رسید واقعا برنده است. اون نیفته. نقش هر کسی که برسه به خط پایان برنده 300 دلار. 300 دلار. برو. آماده ای؟ با ما دویدن من نمیدونم. این ورم اومدین دستتون رو بزنین به دست من. آره. من اینجا وای میسم هر کی اومد اول دستش خود من. پس یه رفت و برگشته. حل. رسید. 1 2 3. حرکت کن. پا بزن آشخال. داداش اونو گاهیدی. یا خدا. کی زد؟ $300 رو کی زد؟ امیر. ایشون. آقا تبریک. پول میخوام خیلی نزدیک بوده با اختلاف خیلی کم آقا آرمان. آقا آرمان از خیلی اون. سریع رسوندم آره. بگیرش. آقا تبریک. دستم کسی قربان. حلال اولیسون دادا. دادا لبو بگیر به نظر. لبو به نظرم بود. دیدنی بردیا که رفت تو چیز نظرم بگاش نمی رفت اینجا یه بریم 300 دلار بده مبارکت باشه ایشالله که تو گلو گیر کنی. شما کی من نمیشناسم شما رو الا چی هست هر کی حساب نکنه کیه